سلام تماشابینان شبکه اگروتک تی جی، با شما من یوسف عزیزов. شرکت برزیلی امبرایر هواپیماهای نوی امبرایر Y90 را در تاجیکستان معرفی کرد. این طیاره نه چندان بزرگ برای پروازهای نه چندان طولانی پیش بینی شده خرج کمتر داشته است. قبلا شرکت سامانه تاجیکستان گفته بود که نیت دارد چند هواپیماهای امبرایر خریده از جمله در مسیر دوشنبه خاروق استفاده کند. هواپیماهای برزیلی امبرایر از 97 تا 114 جای نشست دارد و در مسافه‌های کوتاه و میانه پروازها انجام می‌دهد. سرگئی پرافیمنکو، نماینده منطقه شرکت امبرایر، روز 14 سپتامبر گفت: هواپیمایی که ما امروز معرفی کردیم تا 3 ساعت و در بلندی تا 12500 متر پرواز می‌کند. معرفی طیاره امبرایر 190 با انجام یک پرواز آزمایشی 45 دقیقه‌ای در منطقه‌های کوهستان شرق تاجیکستان از دوشنبه تا قلعه اسماعیل سامونی در ولایت بدخشان صورت گرفت. بدخشان در فاصله بیش از 500 کیلومتر از پایتخت تاجیکستان جایگیر بوده. ساکنان برای سفر به این منطقه حدوداً یک شبانه روز را صرف کرده در راه چند قطعه پرخطر راه را عبور می‌کنند. هواپیما این فاصله را در یک ساعت طی می‌کند. چنانچه کارشناس اوییسیای شهروندی تاجیکستان گفت که این هواپیما تا 100 جای نشست دارد و پیدا کردن مسافر آسان‌تر است. مسافه راه به منطقه کوهستان تاجیکستان چندان طولانی نیست، ولی با منظور جغرافی مشکلی کوهستان در فصل‌های مخصوصاً سرد حرکت در این جاده‌ها را مشکل می‌کند. به این دلیل در گذشته طیاره‌های خرد حتی میان دوشنبه و مرکزهای ناحیه‌ها پرواز می‌کردند. یک ساکن شهر دوشنبه گفت: اگر با راه هوایی به ناحیه‌های کوهستان خط‌سری‌ها باز شود، مشکلی مردم آسان‌تر می‌شود. در وقت تعجیلی مردم به جای درکاری خود را زود می‌رساند. عدم طیاره‌های خرد کم خرج حالا سمت پروازهای داخلی شرکت‌های وطنی هواپیمایی را محدود کرده است. طیاره‌های بزرگ شرکت‌های سامان ایر و تاجیک ایر معمولاً به خوجند و شهرهای دیگر پرواز انجام می‌دهند، زیرا طیاره‌های بزرگ این شرکت‌ها برای پروازهای کوتاه خرج خود را پوشانیده نمی‌تواند. شرکت سامانه تاجیکستان ماه مارس امسال اعلام کرد که نیت دارد چند هواپیمای نوی امبرایر 191 را خریداری کند. بهادر رحیموف، رئیس تکنیکی شرکت سامانه در یک نمایشگاه هواپیماها در مسکو گفته بود: این هواپیماها را برای انجام پرواز در مسیرهای داخلی کشور و شهرهای ازبکستان استفاده خواهند کرد. پارک هواپیمایی سامان ایر حالا اصلا از هواپیماهای بوئینگ عبارتند. این شرکت 6 هواپیماهای طقمه بوئینگ 737-300، بوئینگ 737-800 و بوئینگ 737-900 را در اختیار دارد. هواپیماهای شرکت سال 1217 نیم میلیون مسافر کشانیدند. شرکت‌های هواپیمایی خارجی به حال به بازار پروازهای داخلی به تاجیکستان هوسمندی نشان می‌دهند که اخیراً گروهی از ساکنان بدخشان برای افزایش و تنظیم پروازها به سمت این منطقه مشکل‌گذار از حکومت کشور کمک خواستند. بدخشان در فاصله پیشتر 500 کیلومتر از پایتخت تاجیکستان جایگیر بوده. ساکنان برای سفر به این منطقه تا 22 ساعت حدوداً یک شبانه روز را صرف کرده در راه چند قطعه‌های پرخطر راه را عبور می‌کنند. هواپیما این فاصله را در یک ساعت طی می‌کند. یک ساکن بدخشان میگوید که مؤلفان این نامه همه جبریدگان راه سفر به دوشنبه هستند. او میگوید که راه نقلیاتی دوشنبه بدخشان در فصل زمستان پر از خطر است و پرواز یگانه هواپیمای نوی ان 28 نه همیشه انجام می‌شود. مثلا من با همسر و دختر 6 ماهم با راه نقلیاتی از بدخشان به دوشنبه آمدن نتوانستم. از این رو خواستم چیپته گیرم. 3 روز برای چیپته گیری صرف شد. روز و ساعت پرواز هم نامعلوم بود. هواپیما هم دلپور نبود و شرایط درستی جای نشست هم نداشت، گفت این ساکنی بدخشان. مؤلفان نامه میگویند اگر حکومت پروازها را با این منطقه کوهدامن به طور منظم به راه ماند، هم مشکلی مردم حل می شود و هم شماره سیاحان به پامیر بیشتر می شود. مؤلفان نامه میگویند بنابر بالا بودن قیمت چیپته هواپیما و دقیق نبودن پرواز، ساکنان در موردهای خیلی ضروری از هواپیما استفاده میکنند. اما کارمندان فرودگاه دوشنبه میگویند دلیل سری وقت و منتظم پرواز نکردن هواپیما به بدخشان به کمبودی مسافران ربط دارد و گفت او در صورت بیشتر شدن مسافران شرکت‌های هواپیمای اضافی را استفاده خواهند برد. شرکت دولتی هواپیمای تاجیکستان تاجیک ایر که تا 20 سال پیش به دورترین گوشه‌های کشور پرواز داشت، بعد سقوط شوروی
از توجیکستان رفتنی متخصصان مخصوصا سرنشینان هواپیما و مهندسان پرواز تا حال به خود نآمده است. حالا این شرکت در داخل تنها در دو سمت خونجان و خاروخ پروازها انجام می‌دهد. شرکت 37 هواپیما دارد. هواپیماهای An-28 و M-60 را که گنجایش زیاد ندارند در خط سیرهای داخلی استفاده می‌برد. راستی پروازهای داخلی در تاجیکستان برای نسل نورس یک افسانه را می‌ماند. اما نسل کلانسالان از آن دوره‌ها همچون یک واقعیاتی تکرار نشونده یاد می‌کنند. یک ساکن کهنسال ناحیه شوراباد می‌گوید در زمان شوروی از حدود جماعت این ناحیه تا شهر کولاب و دوشنبه پرواز انجام می‌شد. این شخص کهنسال با یادآوری از آن زمان می‌گوید اگر صبح از دهه بیرون می‌شد تا بگاه امکان داشت به مسکو برسد. فرودگاه‌ها خرد بود و هر روز آن دو به شهر می‌پرید. با 2 نفر یا 3 نفر مسافر پرواز می‌کردند. ما از شوراباد در 20 دقیقه به کولاب می‌رسیدیم. حالا در 1 ساعت تا محلی می‌رسیم که از آنجا ماشین‌ها به کولاب می‌روند. یک دوره بود که می‌خواستی از دشت جوم تا بگاه به مسکو می‌رفتی. می‌گوید این ساکن شوراباد. با پاش خوردن شوروی پروازهای این هواپیماها به نواحی دوردست تاجیکستان هم از میان رفت. حالا در خط‌سیرهای داخلی بیشتر نوع‌های گوناگون نقلیات زمینی استفاده می‌شود. در 10 ساله اخیر حکومت تاجیکستان از دوشنبه تا سوخت و از جنوب تا بدخشان راه بنیاد کرد که هرچند در زمستان پرخطر هستند اما این دو منطقه با مرکز دائم پیوست میباشند. اگر به تاریخ اوییسیای تاجیک نظر اندازیم، یکمین هواپیما به دوشنبه 3 سپتامبر سال 1924 از بخارا پرواز به انجام رسانید. پرواز با هواپیمای یونکر 13 تحت لیاچیکا رشید بیگ اخریف و پیاتر کمالوف به انجام رسانیده شد. دوستان، من در نوار آینده درباره صدمه‌های طیاره‌ها که در تاریخ تاجیکستان رخ داده است تا امروز به شما یک نوار بسیار جالب تیار کردم. مصلحت می‌دهم این را حتما تماشا کنید. من به شما تاریخ صدمه‌ای را نقل می‌کنم که مادر مجبور شد برای زنده ماندن کودکان خود را خورده است. با ما باشید. بعدتر خط سیر به بخارا کشاده شد. در هفته 3 پرواز به انجام می‌رسانید. خط سیر پرواز هواپیما در تاجیکستان نظر برای اتومبیلی 2 سال پیش و نظر برای آهن 5 سال پیشتر کشاده شد. خط سیر در ردیف تشکیل ریسپوبلیکای اتونومی تاجیکستان در هیئت ریسپوبلیکای ازبکستان کشاده شد. اولین هواپیما راهبران تازه انتخاب جمهوری را به دوشنبه آورد. اولیت در تاجیکستان تیز رشد یافت. این بود تا سال 1930 در دوشنبه فرودگاه درجه 1 و سال 1931 فرودگاه‌ها در کولاب، غرب، پنج و دنقره ساخته شدند که از دوشنبه به این ناحیه‌ها هواپیماهای خود پرواز می‌کردند. پارک هواپیماهای آن دوره را هواپیماهای یو 52 ولی 2 تشکیل می‌دادند. بعدتر سالهای 50 و 60 هواپیماهای An-2، Il-14، Il-18، An-6 و چرخبال می-4 پوره گردانده شد. از سالهای 70 به طور دائمی هواپیماهای An-24 و 140 و می-8 دائمی تا امروز پرواز دارند. بعد به استقلالیت رسیدن جمهوری، اوییسیای تاجیک دائم تلاش دارد که خدمترسانی را به درجه خوب رساند. در آخر من می‌خواهم نوارهای هواپیماهای عجایب و تنها 1 یا 2 دانه استحصال شدن به شما نشان دهم. مرحمت تماشا کنید و راحت کنید. لیک در دوام نوار من می‌خواهم درباره مدنیت استفاده هواپیماها کمی با شما صحبت کنم. راستی مرا یک چند رفتار هم‌ملتانم در وقت سوار شدن و رفتار در داخل هواپیما بسیار راه افتاده می‌کند و با فکر می‌برد که نخواد همین ما وارثان اجدادانی باشیم که با رفتار، گفتار، کتاب و علم و معرفت خود دنیا را به تکان آورده بودیم. اولا همتون میدونید و صدها بار دیده اید و در سوار شدن هواپیما اشتراک کرده اید. در فرودگاه‌های کلان دنیا اصلا روسیه وقتی که به قیدگیری به هواپیمای تاجیکستان اعلان می شود تمام. راستی قلم معجز است که این صحنه را تصویر کند. یا اینکه در داخل هواپیما وقتی که خوراک یا شیرینی میدین همین خیر به نظر میرسد که گویا چندین ماه خوراک نخورده ایم و شیرینی رو در عمرمون ندیده ایم و بعد خوردن از همه دهشت دیگر نستکشی سر می شود و نوبت در حاجتخانه. بعد حاجتخانه همه میخواهند که با تلفن‌های خود نوار و کنسرت خودشان را بلند به گوش همه رسانند و میخواهند که نشان دهد که او کروتای است. راستی میل ما، لیک در این هواپیما دیگر ملت و قوم‌ها نیز پرواز میکنند. امسال سال رشد سیاحی اعلان شده است. مهمانان بسیار نیز به تاجیکستان پرواز میکنند.
баъди фаромадан бовар кунед ҳамаи онҳо бо стресс мефароянд. аз ин гапҳо касе хафа нашавад. агар бовар накунад як боракак бо ҳавопаймое ки мо парвоз мекунем ҳамроҳи мо парвоз кунад. касе ҳамин наворо тамошо мекунад, биёед мо худамон ҳамин ҳолатро дар худ ислоҳ кунем ва аз худамон сар кунем. ва вақте ки мо худамон ислоҳ шудем, баъд дигаронро ислоҳ кардан осон мешавад. агар хато гуфта бошам марҳамат. комментарияҳо аз шумо. лайк ба канали Agrotech.tg обуна ва лайк монданро фаромӯш накунед ва навори ояндаро ҳатман тамошо кунед. ман дар бораи комментарияҳои навиштаи шумо дар он навор маълумот медиҳам.